قسم خوردگی که برابر همین خواهر ما گریان شدیم، اول خواهر دیدیم زیخ شدیم، آبی چشم خواهر دیدیم خودمون قپیده نتونستیم. دیدی فقط این برای خودنمایشی نیست مادرجان، یا برای شما را پس زدن محتاج برای این نیست. پدر چند قبل باز بندگی کردگی چند ماه شد؟ 7 ماه. 7 ماه شد. بعد استیپر در جای باشم بعد دستی فرزند و پدر و مادرشون کرد. آمین آمین. مادرجان گریه نکنین ان شاء الله. ما را همسفر باشین. یا لایک کامنتر یارا دریغ ندارین دوستان عزیز. سلام و درود بر شما. در خانه هر یک اهل مسلمان قرآن وجود دارد، اما بسیاری از ما خواندن نمیتوانیم به خاطر آنه که با زبان عربی است. حالا باشد راه حل این معما را برای شما بیان میکنیم. کلام الله و ترجمه. کلام الله و ترجمه اولین بار در سال 2009 در جشن بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه در وطن عزیز چاپ شده است. این کتاب را تمام اهل عائله خوانده میتوانند. در 3 شکل نوشته شده است. بیا با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته میکشیم. مثلا سوره عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به زمانه که همان آدمی در زیان است. انا همین گونه 3 و نام، یعنی 3 بر 1 برای تمام اهل عائله. کلام الله و ترجمه. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما. امروز حضور داریم باز در ناحیه فرخار دهه راه نو. دیوم نفری که انشالله دستگیری میکنیم با دستگیری صاحبکار تاجیک برادر عزیز ما اکای دمیرجان. انشالله امروز با مبلغ 1000 تومان یعنی پروداکت که هست 900 تومان خریداری کردگیم. ای دکان برادر با دستگیری برادر عزیز ما که برای ما سوید داد دخومچه. انشالله حاضر پروداکت را میگیریم راست میریم با دیدار بینی. انم خواهر عزیز که در نوار پیشینه گپ زدگی بود، یک تفلکی که پدر 6 ماه پیش بندگی کرده بود. انشالله با خواهش برادرها انشالله همه چیز میبریم میرسونیم. این یکم orada بر میکنی اکا جون. نورین سلام علیکم. خوبی اکم تنجی الله برکتت یا تو انا ماشاءالله. این دیگه با فکر خوب شوچ کنی در نظر دی چی اکا میگو چی راوچ کی سای نمک 10 کیلو را الله برکتش یا ها نمک هم بده کا نمک کالباسا گورچو با چیز دیگر هم بود. انا خاندم گرفته نه خوبشا orada موندیم. یک قبچه کرچکه، یک قبچه پیاز، 5 کیلو سبزی، یک چیکت خم، 10 کیلو قند، 10 کیلو مکرون. اصلا این چیزی که در کره مکرون 2 نمودن کیلو اکی گرفتیم. خوبه ها روغنون است نه دو تا روغن بیار 5 لیتر روغن. انا 5 لیتر روغن ان شاء الله که نه برنج گرفتگیم 10 کیلو دیگر. بعد سبزی بومگا اینا روغن استاد هم پشت ماشین پر شده سای. اینا روغن چی در کجا مونه همجا دمونه. ای ماشاءالله. انا ایش چیه کلباسای کلباسات کو اکا شمزون سلام علیکم. بیا اکا جون سلام. اینا برادر ما فدراسیون روسیه اومد الله برکتش دیا. ان شاء الله که سیوم اقدام همه برادر عزیز با مبلغ 1000 تومان نقشه کشیدگی که باگو نیازمند میکنه ان شاء الله. نقشی باشه ان شاء الله الله برکتش دیا. همه بومگا و همه چی را مونده گرفتی ایش ابونه که دیگه گاب نیست. ها انا دوستان عزیز الحمدلله میرم بعد دوربینی خواهرچه عزیز که اگر که از در خونه شون بیایم برای که سیزن پختچینی ما را همسفر باشین. یا لایک کامنتر یارا دریغ ندارین دوستان عزیز. دوستان عزیز الحمدلله طبق گفته شما به نزد خواهر عزیزمون امیدوارم اومدیم که اینا این چیزایی هست که برای همه ورد. اما جیان بگو بیا یوردم که کیرا اینا ای فری انا روغن اینا همه برای خواهر عزیز که از نام صاحبکار عزیزمون که الله برکتش دهد بهترین اقدام کردگی. اینا همش الحمدلله در همینجا کلباسا مکرون بومگا 10 کیلو قند ماشاءالله. اینجا چه یا چیکای تخم اینه همش به خاطر خواهر عزیزمونه. اینا ماشاءالله ها خونه تون ببری
نه بیا کی دادرم orada بخمونیم اکالی جان چیزو میکشی اینجا دمونت بعد میدرونیم این کارش کرم بفرونیم این همی همش برای همی خواهر عزیز انشالله حاضی همراهشون یک صحبت میکنیم در حق برادر عزیز دعاگو میشیم که بهترین اقدام کردگان الله برکتش بدن حاضی همراه خواهر جان انشالله همراه مادرش صحبت میکنیم دوستان عزیز الحمدلله اینا به نزد خواهرچه عزیزمون امیدوارانه اومدیم همراه مادر عزیزش دوستان عزیز از زمین تا آسمان از همه شما مینداریم بسیارات گفتن که نوار خواهرچه عزیز ما با مبلغ 500 سومین از نام مادر آوردگی دادگی بودیم وقتی که سخن از نام پدر کرد دیگر آب چشم شما کرده نتونست بسیار نفرات در غم خواهرچه شریک شدن که این حادثه که در زندگی ایش دیگه عیناً در سن سال همین خواهرچه در ما هم خیلی واقعا رخ دادگی بود خواهش گفتن اکه عبدالرحیم جان دیون بورا بره از حال احوالشون با خبر شه یگان نفری باشه که کمک نه با کمک برادر عزیز ما اکه دمیر جان امروز ما مهمان خانه امیدوارانه خواهر عزیز شدیم همراه مادر جان عزیز ان شاء الله یک دو منوت همراهشون صحبت میکنیم فقط از شما یک دستگیری در حق پدر دعا کنین ان شاء الله حاضر قصه خواهر عزیز پرش از زبان مادر میفهمیم که همه سخنهای خواهر ما تا کجا حقیقت دوستان عزیز یک بار دیگه سلام علیکم خواهر جان عزیز وعلیکم السلام خوبی تنجی خواهر جانم میشه سلامتی یکات خوبه میشه ان شاء الله یاد داری که بعد نوار مختا گریان شدی گفتم که خواهر جان زیغ نشه ان شاء الله ما نزد خودت میم با دستگیری میکنیم نوار تماشا کردی ها دیدی که کامنتر در چی قدر مردم قسم خوردگی که برابر همین خواهر ما گریان شدیم اول خواهر دیدیم زیغ شدیم آب چشم خواهر دیدیم خودمون قپیده نتونستیم دیدی حتی یک نفر سخنی بد نگفته همه در آب چشم خودت خشون قپیده نتونستن که وقتی که سخن از شعر مادر و پدر کردی با هم خاطر امروز هم نزد شما اومدیم اجازه هست همراهتون یک دو صحبت کنیم ها امید جان بسیار پرسیدن که تو چند سال هستی 13 ها پدر چند قبل باز بندگی کردگی چند ماه شد 7 ماه شد ها در اوله چند کسین 5 کس ان شاء الله که امروز یگان شعر خوب برای نفرانی که ما را تماشا کرده سعی میگوی یک شعر خرسندی بگو دیگر ما نمیخوایم که آب چشم میخته بینیم برای که بسیاری گفتن که اکل التماس رفته دفعه آب چشم شما نریزان که ما طاقت نداریم حتی اگر در همون آوار ما میفهمیدم که تی قدر گریان میشه ما نمیخواستم که شعر درباره پدر بگو یک شعر میگفت که خوشحالی خته میدن یگان شعر دیگر میدونه که خوشحال شیم ها امروز کی را درباره مادر میگوی درباره خش تبار میگوی شعر درباره یگان کسیگر میدونه یا درباره وطن دل خو ها درباره چی خیلی زیاد فکر که ما همراه مادر جان ان شاء الله صحبت میکنیم و گشت خود یک صحبت میکنیم میشه و اجازه دست خواهرم مادر جان سلام علیکم خوبین تنجین نامتون چیه مادر جان عزیز سلامت باشین مادر جان عزیز اجازه بود که ما وارد خانه شما شدیم خیر برادر عزیز به شما رساندیم ان شاء الله تو جایی که خواهرچه عزیز ما گفت پدر جان الله خداوند جوش جنت کنه جنت الفردوس نصیب شود که ان شاء الله خیر عاقبت هممون هموسای مرگم با نصیب هر کس هم نمیشود تابوت هم هر کس هم دیده نمیتونه امروز در ملک غریبی میبینید که چندین نفر گم شدگن به نام نشونن حتی پدر مادر زن فرزند چهرهش در آخران نفس نمیبینن ان شاء الله که دعاگو میشه میخدن نفرم دعا میکنن سبب بنده کردن شایگون بیماری داشتن یا اینکه همین به کسا به درد خودی روغلای 12 گوشته خون راوشی کراویت کردن چند قبل جوگه کشیدن ماهی نهم دهمی نویبر بود تا 20 فوریه جون داد اگر نه پیش از این یگان بیماری یگان چی شکایت نمیکرد نه از 4 سال پیش ژلودکام درد میکنه تمام ژلودکا درد میکنه یعنی از تنقیصی از ژلودکا داشته مقصد دیگر در زندگی چه خیلی انسان بود همراه شما رفت آمد مثال محبت مهر قطعی فرزندکو سوز بدن خوب بودن نه همه امیدرکو با این کنجگی در اویلا ها کنجگی ها ماشاءالله همه مهر در همین بود یک حالتی بود که همه ناز بزرگش در پدر عزیز میکرد بسیاری را دوست می‌داشت بین فرزند داده بود میگن که دختر کم کم شیطانک میشه میگن که چخله برای دل پدر یافتن ان شاء الله خیلی دعاگو میشه مادر جان امروز هم از جانب یک صاحب کار ما اومدیم با خواهش برادران
فقط این برای خودنمایشی نیست مادر جان، یا برای شما را پس زدن محتاج برای این نیست. هر کسی که ما را پراوی نمیفهمه انسان خوب میفهمه. او بعدش که ما کار نداریم، حوالش به خدای مهربان. فقط خواستیم یک صحبت یا آزاد همراه شما کنیم، همراه خواهر عزیز کنیم که شاید که دیگر نفرات هم خیلی موتیواسیون میشن، دستگیری میکنن. هزار رحمت مادر جان. انا که هم یک میناداری بیان میکنی اگر اجازه باشه دوی نکش میتی به نفرایی که هم خیلی کار خیر میکنن. هزار رحمت، خدا برکتشون تا خدا چشون عیده زیاد کنه و خدا دولتی پر بعد دستی پر در جای باشم بعد دستی فرزند و پدر و مادرشون کرد. آمین آمین مادر جان گریه نکنین. انشالله ما دعاگوی هستیم، همون آوردم انشالله این قدر نفر دعا کردن. به خدا قسم انشالله باوری دارم که برای پدرم بهتر خوبتر شد. الحمدلله هر کس هم نصیب نمیشه انشالله. به همین خاطر مادر جان گریه نکن. امروز اگه فقط خرسندی که مایلش خواهرم زیقی نکن. یگان شیر دیاد دومه ها؟ یگان شیر میدونی خواهرم؟ یک هزار رحمت چون نگی خیلی ها؟ یک ها چی شون میگی؟ رحمت چون میگی؟ ماشاءالله تو تماما شرم نداره. ایزونه که ما نزدیک خود اومدیم اجازه هست یگان بار دیگه نزدیک شما بیم یگان شیر از یاد کنی یا نه تمام اگه هم دیگر فرزندی انمی قدر نفری که ما را تماشا میکنه با جای دختر شونه مثال با جای فرزندی جگرمان شونه که امروز هم ما خواهش کردن نزدیک ما بیم. ان خواهر جان رو افتاده نشه، خرسند شه، سر تا بلند وردار در پیش دوست و دشمن. یگان مایده زیقی نکه گپ یگان کسم گوش نکه. پگه با تو کلان میشه، صاحب زندگی خوب میشه، صاحب یک عائله آباد میشه. ان کاری که فرزندو زیق نشون، فرزندو عذاب نکشن. ان امروز هم ما هم دعا میکنیم که خداوند جای پدر جنت کنه و عمره که شما را دراز کنه و خدمتگار مادر عزیز کنه. نمی خیلی درباره مادر روز شه که مادر زیقی را نفهمه. همه مهر روز مادر در شما دادگی، مهر پدرم مهر شوهرم همشه فقط چیکار میکنه در شما میکنه که زیقی را نفهمید. به این خاطر درباره مادر باشین، خوشحال کنین، مادر خوشبخت کنین. نمی خیلی سه خواهر جان. خداوند نگهبان دوستان عزیز، الله یار و مددگارتان. یک دستگیری و یک لایک کامنت را دریغ ندارین تا برنامه آینده. خیر سلامت باشین مادر جان.